قد بالشت رو اینطوری اندازه میگیریم، به اضافه 2 سانت میکنیم، برای من میشه 67. دور بالشتم اندازه میگیریم، به اضافه 2 سانت جای دوخت میکنیم، برای من میشه 94. از پارچه اصلی مستطیل به ابعاد قد بالشت در دور بالشت در میاریم، برای من شده 67 در 94. یه مستطیل با یه رنگ دیگه 28 در قد بالشت و 2 تا نوار به ابعاد 40 در 8 نیاز داریم. نوارها رو از وسط تا میکنیم، اینجا رو دوخت میزنیم، به این صورت که یه تیکه رو بدوزید، سر نوار رو بکشید به داخل و قسمت بعدی رو ادامه بدین و بدوزید. اینطوری بندینکتون راحت به رو در میاد. بعد از دوخت نوارها رو کامل اتو میزنیم که درزشون باز بشه. از قد پارچه تا میکنیم، وسطش رو دوباره مشخص میکنیم، یعنی میشه 1/4. بندینک ها رو یه دونه به این لایه رویی، یه دونه به لایه زیری وصل میکنیم با سوزن. وقتی باز میکنیم این شکلی میشه. این یکی پارچه رو یه طرفش رو تمیز دوزی میکنیم یا سردوز میزنیم، اون یکی طرفش که سردوز نشده رو میذاریم روی بالای پارچه و رو به روی پارچه قرار میدیم و یه دوخت میزنیم. بعد که دوختیم باز میکنیم، این شکلی میشه. این دوتا سرش رو به روی پارچه رو میذاریم روی همدیگه و این طرف تا پایین و این سمت رو هم یه دوخت میزنیم. رو بالشتی رو به رو میکنیم، این تیکه رنگ متفاوت رو به داخل میدیم، بالش رو داخل رو بالشتی میذاریم، دیگه کارمون تمومه. بندارم گره میزنیم به صورت پاپیون. میتونید پهنای بندار رو بیشتر بگیرید. اگه از این پست خوشت اومد بر دوستات بفرست و لایک و کامنت بذار.